سلام بچه‌های عزیز. من سنگ رسوبی هستم. داستان من از دل کوه‌ها شروع میشه. سالهای خیلی زیادی کنار بقیه سنگ‌ها زندگی می‌کردم و هیچ حرکتی نداشتم. اما طبیعت همیشه در حال تغییره و من هم قراره یک سفر هیجان انگیز رو شروع کنم. کم کم باد و بارون به سراغم اومدن. عصره‌های بارون روی من میریخت و باد به من میخورد. آروم آروم ترک برداشتم و به تکه‌های کوچولو تبدیل شدم. این اتفاق اسمش فرسایشه و برای خیلی از سنگ‌ها میفته. بعد از خرد شدن، آب رودخونه منو با خودش برد. میغلطیدم، میچرخیدم و با جریان آب جلو میرفتم. آب باعث شد تکه‌های من نرمتر و کوچیکتر بشن و من به جاهای دورتر سفر کنم. وقتی آب آروم شد، من هم آروم پایین رفتم. روی زمین رودخونه خوابیدم و کنار شنها و سنگ‌های کوچولو قرار گرفتم. دیگه حرکتی نداشتم و داشتم استراحت می کردم. کم کم لایه‌های شن و خاک روی من جمع شدن. زمان گذشت و فشار بیشتر شد. لایه لایه روی هم قرار گرفتیم و به هم چسبیدیم. اینطوری بود که کم کم داشتم به یک سنگ جدید تبدیل می شدم. و حالا ببینید، من یک سنگ رسوبی کامل هستم. از جمع شدن تکه‌های کوچولو ساخته شدم و توی لایه‌هام داستان طبیعت رو نگه داشتم. این بود داستان من و تولد سنگ‌های رسوبی.